که همه لمسیه دیگه قاعدتا. اینم هولدر موبایلشه که حالا میتونه از خود فکر نمی‌کنم تو ایران باشه، ولی خب این خیلی میگن برای هولدر موبایل چیز خاصی نیست. اینم خب کلی هواکشاشه که کیفیت مناسبی داره. خود واقعا کیفیتش خوبه دیگه. دیوان کیفیت دیوان میزنم واه نمیشه برادر. نه خیلی محکم بشه دیگه بالاخره داش آروم بزنه بگیم محکم بشه. اینم که فضای کنسول عقبشه که اینا به قولی کول باکس ندارن. شما که سیستم کولرتون رو روشن میکنین میتونین که این هواکش رو از اینجا باز کنین و باز حالا نوشیدنتون خنک بشه. اینم که دیگه سردنده شونه که اینا پیشون برقی، اینم ترمز دستی، اینم که اتو هولد، اینم که سیب سنجه. زیاد آره انتظاری که میخواد زیاد. اینم مود رانندگیه، اینم که کاپ هولدرشه. کلی اینه. فضای عقبش هم که حالا نشونتون دادم بد نیست، اوکیه. اینم حالا دیگه فرمون و اینم دکمه‌ست. این چیزا این بر راهنما حالا چراغی روشن می‌کنه. کیفیت فرمونش واقعا خیلی خوبه. واقعا نسبت ماشین چینی دکمه مکماش خوبه. این که خب این چیزای برفاکن و چراغ و ایناش هم اوکیه. اینجا هم که جوینکی داریم و اینم که اینجا مثلا به قولی چراغاشه. در کل کیفیتی که انتظار نداری توی این قسمته. کیفیت اینجا یکم پایینه، ولی انکاردین سیستم تهویه‌اش خیلی خوبه. انکاردیشنش واقعا خوبه با کیفیت خوب لمسیه. اینم که فضای داشبوردشون هم که فضای رانندش کلی ماشین خوبیه دیگه. اینم که آینه‌ش و سنسور نور و باران و ایناست. اینم که اونور سیستم کنترل پنجره ها و این قفل کودک و حالا این چیزی داره. این یه بررسی خیلی کوتاه و جامع از لاماری ایما بود.